گیم لگو بتمن. I'm Batman. اولین سوالی که برات پیش میاد اینه که واقعا ارزش داره این گیم رو بازی کنی و پول بدی براش؟ 100% شک نکن یه شاهکار خالصه. یعنی اگه تو حتی تو عمرت هم یه گیم لگو بازی نکرده باشی و این اولین گیم لگوت باشه، لذت خدا رو میبری. به خاطر اینکه عالیه، جدی میگم. این گیم اصلا چجوریه اصلا؟ ببین نه کن، هرچی بتمن تا حالا دیدی همه رو جمع کن بنداز توی چیز، میشه این گیم. یعنی تمام بتمن هایی که دوست داری، چه کدوم، همشون رو جمع کن بذار اینجا. سگانه فیلم کریستوفر نولان، سگانه آرخام گیمش که خیلی هم خفنه دیگه، بتمن سوپرمن، بتمن، یعنی همه اینا رو جمع کن بذار توی یه جا، میشه این گیم. انقدر شاهکاره. یعنی از همه اینا الهام گرفته، از یه جاهای معروف، از یه جاهای خفن اون فیلم ها یا مثلا اون حرفا الهام گرفته شده گذاشته اینجا. انقدر قشنگ در آورده، خیلی خفنه. اصلا یه چیزایی توش اصلا میره یه جا توی شهر بازی تور اصلا مثل بکرومز میشه، اصلا یه چیز خیلی خفنه، اصلا عالیه. یعنی هر چقدر بگم کمه. اگه بخوام به این گیم یه نمره بدم از 1 تا 10 بهش نمره 20 میدم. انقدر خفنه.